دیدم زیارتگاه حضرت علی. با دقت اهالی سرخ زمین حمله میرساندگیم که من در لایحه اوپن بودجه تانده هم با طرز حشر ساختمان مسجد جامع حضرت علی هم من امروز ها قریب 90% که با آخر رسیده استوده است. شمایان می توانید با اهل آیله خویش و تباران با این زیارتگاه مقدس اومده من در مسجد جامع حضرت علی عبادت کرده با اهل آیله خویش و تباران من در شیپان های زمانوی دم گرفته شکرانه امروزه کردنتون به من شرایط فراهم آورده استودیم. مرحمت نمایید اهل صوفی باستانی با زیارتگاه تاریخی مرکز همه صوفی باستانی